در جنت 6 چیز نیست. مفهوم حدیث نبی اکرم صلی الله علیه و سلم است که در جنت همه چیز هست مگر 6 چیز نیست. یکم، در جنت موت یعنی مرگ نیست. دوم، در جنت خواب نیست یعنی خواب رفتن نیست. سیوم، در جنت نجاست نیست یعنی جنت جای پاک است. چهارم، در جنت حسد نیست. پنجم، در جنت پیری نیست یعنی پیر شدن نیست. ششم، در جنت ریش نیست، انسانها همیشه جوان میمانند. نامها و درجات جنت گرفته شده از آیتهای قرآن. یکم، جنت الفردوس. دوم، جنت دار المقام. سیوم، جنت دار السلام. چهارم، جنت دار القرار. پنجم، جنت دار الخلد. ششم، جنت دار العدل. هفتم، جنت النعیم. هشتم، جنت المأوى. الله مهربان همه ما و شما را داخل جنت گرداند بدون حساب. آمین. برادران عزیز، این نوار را نشر کنید، زیرا اینکه سخنان خوب را برای دیگران رسانیدن صدقه جاریه است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. إلهي جعل كتابك لي شفيعا وبلغني به الشأن الرفيعا. إذا جمع الأنام بيوم حشر وقد حملوا بضاعتهم جميعا فثق